بچه خوش اومدید به بازی MSRE زیرو. خب بچه ببینید یه گیم براتون آوردم فوق‌العاده. ببین اصلا کیفیت GTA چند بود؟ 6 کیفیت GTA 6 رو داره. اصلا ببینه اصلا وای رویا وای نمیتون اصلا خودم نمیدونم بازیش چیه. الان جو میدم. خب اول از همه باید رنگمون رو انتخاب کنیم که سیاه ترین حد ممکنش اینه. به درد نمیخوره. یالا اب نداره با هم میریم. دیفیکالتی نورمال. بچه گرافیکو ببینین. وای آسمونا. وای سوخت سیستمم. این بازی چیه؟ ما یه فضانوردی هستیم که میرقصه. برو تو نور برقص بچه‌ها ببینن. میرقصه. کسایی که فقط صدا دارن ولی تصویر ندارن. ماشین داریم اینجا درش وا میشه احتمال زیاد. او وسیله داریم فعلا برای ماشین رو میبندیم. هیچ حالیمون نیست. عرضم به حضورتون جیگرا این پیامای اول من اصلا بازی نکردم. اولش فقط رفیقم بهم یاد داد گفت چجوریه برو. این اولش که من متوجه نمیشم. انگلیسی میدونید من نالج دارم. خب اینجا به ما چی گفته؟ میگه سلام من مدیر شما هستم. شما در یک مأموریت برای آزاد کردن ماه باید به جایی در این ساختمان باشید. قبلا دیگران رو فرستادیم، ارتباط ما با اونا قطع شد. من سعی میکنم شما رو از طریق آن ساختمان راهنمایی کنم. همکنون برق را روشن کنید. شما یک چراغ دستی در ماشین خود داشته باشید. خب داریم. یک فرستنده نیز باید وجود داشته باشد اما بعداً مورد نیاز خواهد. ببین من فارسی رو نمیتونم بگم. ماه گم شده. ماهو نمیبینه. فکر کنم ماه واقعا گم. ماه توی ساختمونه بچه‌ها. یکی ماهو دزدیده. من نفرت انگیز بود ماهو دزدیده بود. خب باید بریم ماهو نجات بدیم. این چیه؟ خب این چیه؟ آها فیوزه ترمینستر. آها لامپه. خب این لامپمونه. همه رو میگیریم دستمون. حله. الان کلی آیتم دستمونه. بریم تو ساختمون ببینیم چه خبره. لیتس گو. دارو بکن. بیاید ببینم. یا ابوالفضل این بازی قطعا ترسناکه بچه‌ها. اصلا ببین شک نکنید. ببین یه چیزی قرمزه اینجا. چی نوشته؟ فرست فلور. از اون ور بسته شده اگه اشتباه نکنم. درو واکو. اینجا میتونی بشینی. بشین. چقدر باحالی وای. الان به ما گفتش بازی چیکار کن. نوشته که turn off the electric on the first floor. first floor که از اون ور بسته است. پس ما باید یه راه دیگه پیدا کنیم دیگه. قطعا برق نداریم. ماه کجایی؟ ماه میخوام ماهو نجات بدم. سیف کردیم. خب الان 13 ثانیه بزنیم چی میشه. قطعا یکی میاد الان. یک سیف شد. دوباره سیوش کرد. اوکی بچه‌ها این تایمر سیو تایمر داره. این که بیرونه اصلا کاری باش نداریم. خب ما اولین سیو بازی انجام دادیم. مپ دیتا گرفتیم. الان مپ برامون یا ابوالفضل مپ برامون باز شد. ایول مپو دوست داشتم. این درش برای چی بازه؟ اینا چیه؟ شوگوزگو ولی میتونم رنگمو عوض کنم اینجا. سیاه. خب فرست فلور نمیشه رفت. ما رفتیم. گفت از اون گربه. یا ابوالفضل چه گربه گنده یه چیکار کنم من اینو سی بزنم؟ نپره تو صورتمون. درو برگردم نمیتونی بیای. چیه بابا؟ صدایی تایمر داره اینجا. اسپشیال بوک پیدا کردیم. اسپشیال بوک خب یه دونه پیدا کردیم بچه‌ها. نمیدونم به چه دردمون میخوره. این گربه چی میگه اینجا؟ بودویم تو صورتش بیدار میشه. چقدر گنده ای تو. خیلی آیتم داریم. بذار اسپشیال بوک هم بذارم اونجا. دارم دیگه. آها حله گذاشتم. یه دونه اسپشیال بوک پیدا کردیم. 4 تا دیگه مونده. این به داستان ربط داره. نمیدونم. بارون میاد. صدای بارون دلنشینه. درش باز. قهوه بچه‌ها. من خیلی آدم عجیبیم. قهوه رو خام. من که اصلا نمیدونم چی شد. تلویزیون چیکار کنم؟ یه کتاب گم شده. تلویزیونم اینجا داریم. حالا بعدا شاید به کارمون بیاد. بابا ما باید بریم چراغو وصل کنیم. خب اونجا رفتیم یه جامپ اسکر شدیم فقط. من برم اسپشیال آیتما اسپشیال بوکمو بذارم سر جاش. منیجر اباوت کیتی میگه این گربه گونده چیه تو حال. ایتس استرنج. عجیبه. میگه همچی چیزی تا حالا بهم نرسیده بود. بابا این همه ما انگلش کردیم. میگه نمیدونم چرا اونجاست ولی بهتره انگلش نکنی. اینو گفت ما انگل نکنیم. درسته؟ خب انگلش نمیکنیم. خوابیده دیگه. وای در باز شد. زیر زمین. یا ابوالفضل از زیر زمین بدم میاد. من میرم اینجا قایم میشم. یه چیزی اونجا هست. چک پوینت سیوه. یه سیو بزن. تخمو زدم. یه دونه ایستر اگ پیدا کردیم. یه اگ واقعی پیدا کردیم که خب واکن دیگه. تا اینجا اومدیم ما رو مسخره خودت کردی. تا طبقه پایینم نمیتونی بریم. همه درا قفله. اینم که قطعا نمیاد پایین. برق نیست. پس ما یه برگردیم بریم طبقه بالا رو چک کنیم. فیوز
بابا ایزی، بابا ایزی. فیوز پیدا کردم. بذار الان خب الان باید چیکار کنم؟ من الان فیوز پیدا کردم، نوشته الکتریکال. خب بچه‌ها میگه که الان سعی کن بری پایین تو بیسمنت. کجا بود راش؟ اینجا بود. آره یا بالفر گفت برو تو بیسمنت. ما ارتباطمون رو آخرین بار یکیشون ارتباطش رو اینجا قطع کردیم. برو بیسمنت رو چک بکن. بریم بیسمنت. الان خب بیسمنتی، بریم طبقه بیسمنت 2. میریم پایینتر. بیچاره شدیم بچه‌ها. ببین من اینجام. خب بگوی چی میگی منیجر؟ هیولا. من الان هیولا دیدم اینجا. آها اینا رو میگه دنبال کن، میبرت یه جای دیگه. خب این یه دونش لور میخوایم طبق معمول، باید دنبال کنیم این سیمه رو. ببین آها اینهاش مرده. تفلک بدبخت احمق. بنده روشن کن. مرسی نور. باشه تیبک میرم رود. بلند شو. پا نمیشی؟ خودم میرقصم بالا سر جنازت. بلند شو لاشی. بلند شو. نوشته که this is the bad idea. دیگه خیلی ایده بدی بود من اومدم اینجا. احمقم، اولاغم. چرا من دارم این کارو میکنم؟ ببین حاضرم بنویسم امضا کنم اون دهن ما رو سرویس میکنه. میگه بشین. میشینه انگار دراز میکشه. فاونده. چقدر کثافته. Damn I found the Mr. Person loot. مرده دیگه. میگه که گم شو برو بیرون دیگه. اینجا الان باید بگی یا اونور رفت. خب پس ما اینوری میریم. هر لحظه ممکنه بیاد تو صورتمون. چقدر کثافتی تو آخه. موتور برق. گوه خوردم داداش. تا تسک جدید به همون بده. یا خدا اینو من با یا خدا چه بند و بساطی. خب صدا پا رو که میشنوه. آیا میکروفونم میشنوه؟ بذار من برم جلوش داد بزنم. اینجا یه بند و بساطی هست. چی نوشته؟ نوشته که نوشته آدم کتاب دارم میخونم. اسکنر نداریم. این چیکار میکنه؟ هیولا رو نشون میده. اینم که فعال کردیم. ببین ما باید اینجا بزنیم بیرون. ببین خدا نگهدار. اینجا کجاست؟ اینجاست. در ببر. حل. ایزی. خدا نگهدار. ما که رفتیم. خونه شما نات حالم ازت به هم میخوره. یه لدر باید پیدا کنیم. مپ داریم، باید از رو مپ پیش بریم، نباید ول بچرخیم. مثل من من یه لدر میخوام. به خدا چیز زیادی نمیخوام. یه لدر. شاتگانم بدیم. لدر نماشت. ما رفتم. باشه. هوش. سلام. اصلا برام مهم نی. نمیتونی منو بگیری. من تو سیف زودم. لدر کثافت اینجا. خود کثیفشم اینجا. کثافت تو قیافت. من برمیدارم. یواش. از اینجا سلام. راه فرار رو به من نشون بده. من لدر دارم. نشا پیدا کردم. یا بی خدا ببین. هیچ گویی نمیتونی بخوری. فشار بخر. وصلش میکنم. بازش میکنم. من میرم سیف میکنم. اینجا میاد یا نه؟ تو رو خدا سیف بر نگرده. جون مادرت. بیرون. آزادی. آزاد شدم اسکل. هیچ گوی نمیتونی بخوری. اومدم بیرون از این کثافت دونی. خیلی بیرونم. این چه کثافتیه؟ ریدم بچه‌ها. این بازی عالیه. بده من. باید کجا برم؟ سیف. تو رو جون مادرت سیف کن. اصلا مهم نیست. سیف کردیم.
اینجا کجاست؟ صدا پا میده؟ کثافت. کامپیوتر دارم بابا. دور اونوره که قفله. خسته نباش. بس باید ما اینو دنبال کنیم. میاد بالا. باید برم اینجا. ما ترموستات چیه دستمون گرفتیم این ورون بر با خودمون ببریم؟ نکنه با ترموستات. آها. باید وصل کنم اینجا دونه دونه ترموستات. بیچاره شد. ببین 100 بدبختیم. چون صدا داره میاد. اینم جای وصله. ای دهنت سرویس داره. یه دونه موند یا بیشتر موند؟ کنم بیشتر موند ولی ما نداریمش. نوشته که وندای در سروایو پلیر نداریم ما بابا. ما تنهایی. پلیر چیه؟ رفاقت بچا همش به درد نمیخوره. من یکی که رفاقت زیاد خوردم. حالا شما رو نمیدونم ولی اینو یادتون باشه. هیچی همیشگی نیست. هیچ رفاقتی همیشگی نیست و هیچ رفیقی دلش برای تو نمیسوزه. اسپشیال بوک. هر کی که به موقعیتی برسه دوستان ولتون میکنه. پس سعی کنید تنهایی کاری کنید که بهتون خوش بگذره. بله. حالا من اینا رو به شوخی میگم کسی گوش نمیده که. خب ندارم دیگه. خب چیکار کنم ترموستات نکنه. میشه. اوه بقیه‌اش اینجا بود. پیدا کردیم. بقیه‌اش اینجا بود. بس کن. آها یه دونه اینجا. خب در باشه بالا. خب سلام. Welcome to the restaurant. این چیه؟ وای پازل دوستان. 5 minutes later. بچه من خیلی تلاش کردم اون کار من نینه. اینجاش اوکی میشه بعد میرم باید بیاد وسط بعد نمیفهمم واقعا. نگاه شاید خیلی الان مهم نیست دیگه. بریم ان شاءالله که چیزی نمیخواد. ان شاءالله که فقط ایسترگه. ادامه بازی رو بریم. چه مرگته؟ اینستال مانیتور 1 اینستال اینپوت دیوایس. اوه این آتشخالی که تو میگی و باید کجا وصل کنم؟ خب اوکیه میدونم اینو دارم. کجا باید بذارم؟ باید برم تو مین. خب روم 1 و 1 کجاه؟ یا خدا چقدر تاریکه. قشنگ هیچ نمیدونم. روم 1 و 1 خدا رو شکر اینجا نور گربه نیست. من حواسم به گربه بودا. اون ماره. یه مار داره نزدیک اون میشه. ماره میزنه. ان شاءالله که خطر نداری. اون چیه؟ دختر انیمه ای. وایس ببینم مار. سلام. تو الان با ما اوکی یا نه؟ اینو به من بگو. سلام. گجلو. من رفتم تو این اتاق درم پشت سرم میبندم. اینجاه؟ وای آره. اینپوت دیوایس، اینپوت مانیتور. اوکی. ببین من مانیتور آورده بودم اینجا. بیا من اینو آوردم اینجا. مانیتور مگه نی تلویزیونه این؟ وای مانیتور رو من کجا بیارم؟ جاشو فهمیدیم. خب همین که جاشو فهمیدیم خوبه. پس من یه سر دوباره باید برم پایین. این گوگلی مگولیه کجاست؟ بالا. نه پایینه بالا نیست. پایین من دیگه نمیتونم برم پایین. ببین این تو این اتاقه ما یه دونه اگه یادتون باشه اینجا یه مانیتور فکر کنم این ترانسفورمر که باید دستمون باشه. خب یه مانیتور اینجا داشتیم درسته یا نه؟ اینه. آره اینا مانیتور رو داریم. سریع بریم مانیتور رو بس کنیم چون این هیولای میاد. ما یه ترفندی میتونیم اینجا بزنیم. هیولای زمین الان میاد. ما چجوری اونجا بریم بالا؟ اون یارو خب منتظرمونه اون بالا. قبلش نمی اومدی یا رندوم میای؟ این نامردی بخترانی به یک تو که کاری نداری که. مانیتور رو بس کن. آها آره بیا. حله. حالا باید بریم اون اینپوت کیس میشه. کیس رو ما کجا بیاریم؟ ما کیس داریم؟ سلام. I'm looking for. من دنبال ماهم. یه ورشم نبود. میخوام بخونم. I think you're pretty awesome. نمیخوام بخونم. I'm looking for fucking این چیه؟ اینپوت دیوایس اینه دیگه بابا. بیچارمون کردی. خاک تو سرت گوگلی مگولی. اینپوت دیوایس رو پیدا کردم. میدونم. تموم رسیدیم. کیبورد نوشته که find the password chat with managers. پسورد رو بده ببینیم بابا. پسورد ماهه. منطقی هم هست. اینهاش. The computer has unlocked. خب الان باید ترانسفورم وصل کنیم. کن توش. حله. صحبت کن. سلام. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه از ویدیو خوش اومد لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره. وضع چنل افتضاح اینطوری پیش بره من یوتیوب میرم. تهدید می‌کنی بچه‌ها رو. تا ویدیوهای دیگه خداحافظ.